به یه ویدیوی دیگه تو چنل من. این بار 200م که من دارم اینو میگیرم چون که هولدر گوشیم نمیتونه گوشی سنگینمو نگه داره و هی تپ میفته. سریع بهتون بگم میخوایم بریم ماساژ و قراره که اولین تجربه خودم به ماساژ رو با شما شیر بکنم. خودم خیلی هیجان دارم. بریم ببینیم این سفر چی عذاب در میاد. امیدوارم از این ویدیو خیلی رفتم بچه بار صدامشون من بار اولمه و اینکه امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. کامنت، لایک و سابسکرایب و از همون زنگوله خوشگله رو بزنین. خیلی خیلی دوستتون دارم. بریم ببینیم چه اتفاقی در انتظارمونه. ما اومدیم یه جا صبحونه بخوریم، دوبونه بخوریم و همین الان یادم افتاد که یه بار دیگه که داشتیم رفتیم رش اومدیم اینجا و چیز بود، تخم مرغاشون تاریخش گذشته بود. حالا الان میریم ببینیم بازم تاریخش گذشته یا نه. اگه زنده موندیم دوباره در خدمتتون میرسیم. راهنما رو زده و به سمت رشت کله ماشین رو کج میکنیم. باید بریم رشت. خیلی چیز بکره دیگه ولی گرم، یعنی اصلا افتضاح گرم و اینکه حالا مثلا که وقتی میریم بالا درست میشه هوا، میریم اون قسمت ییلاقیش، اما خود اینجا وحشتناک گرمه. یعنی من همچین گرمایی رو اون موقع که رفته بودم کیش توی مرداد تجربه کرده بودم، ولی نمیدونم حالا به خاطر شرجی بودنه یا چیه، خیلی خیلی زیاد گرمه، همینطوری شور از آدم عرق خیلی مسیر طاقت فرسا و سختی بود. یعنی حالا خب من دست درمونم خوبه، میتونم پسش بر بیام، ولی به هر حال طاقت فرسا بود، سخت بود، کمی مسیرش بیش از حد سربالایی بود. بعد الان ما یه جای خیلی دورتری از اون کلبه‌مون مجبوریم که ماشینمون رو بذاریم و این همه وسیله ها رو چیز کنیم، یه طوری باید ببریم تا اجازه بدیم نشون بدم تا مثلا اونجا که کلبه همون هستش. آقا یه شلمشولباییه که باورتون نمیشه ولی خیلی زیباست. حالا من الان توضیحات لازم رو بهتون میدم و بعدش تصمیم میبرم اون بر که ببینیم عشق کنیم. ما الان ماشینمون رو بالا پارک کردیم اینجا، بعد باید به صورت کج با این کوله‌های سنگینمون این مسیر رو بریم پایین و من به جرئت میتونم بگم کولم از خودم وزنش بیشتره، ممکنه که قل بخورم، من بشم میخورم این اینو بعد برم پایین و ممکنه قل بخورم. حالا الان براتون میگم خیلی زیباست. بعد من کفش کوهنوردی رو بردم، اینو بگی؟ اینو ولی خب
نپوشیدم دیگه، فکر نمی‌کردم انقدر چیز باشه، انقدر اوضاع بیخ باشه. ولی چقدر قشنگه اینجا بچه، چقدر زیباست. اینو نگاه، نوشین داری میشکنی احساس میکنم. یکیتون بشینه دقیقا با من بیاد آتی وسیله رو باش بزنه. نه بشینم؟ آره خدافظ. بگو که ما رو فروختیم. من قهوه ساز من که به کولم آویزه. قهوه ساز مکافات. آقا با اجازه من میترسم ها. میبینی؟ کدوم؟ شما رو میگم، من که اینو دارم میبرم پشته بهتون تحویل میدم. اون صف نقره‌ای رو میبینی؟ اینا همینجور رو به پشتش یه قرمز نوکش اومده بیرون همون. فقط این دوستا بچه من چیکار کنم؟ بگیر آقا رو آقا مجید من علیم مجید نیستم. نه کنم خدافظ. آزاد خیلی میترسم اون داره سکته میکنم. من یواش میرم. خواستا رو نگاه کنی، بابا رو نگاه کنی. اینکم اومده روی بینیم، صدام تو دماغی شده. گفت نکنی، گفت مهربونه، گفت وی تو رو خدا داری سقوط میکنی، به خدا داری سقوط میکنی. خدا بگم چیکار کنم دیگه داریم سقوط میکنیم. اوه چقدر قشنگه اینجا. های قلبون قجبه من. بچه گفت ما رسیدیم به کلبمون. این کلبمونه. بعد منتها یه چیزی که هست، این گاوا احتمالاً شب تو دهنمو پیپی نکنن، بعد خدا رو شکر. نه ولی خب خیلی گوگولی هم، من که خدا پیپی سیستم. ما گاوچونی ببخشید که ما دورو میخوریم، ببخشید که ما اینقدر سنگدلیم، واقعا ببخشید. یه قربونیش برم بریستیم خدا نمیتونم اونم سیر میخواد، به اونم سیر بده جان. منو صدا کرد. بچه ما شب اولیه که ما سال هستیم، تا الان که خیلی به من داره خوش میگذره، یعنی اصلا همه اون خستگی و همه اینا رو اصلا یادم رفته. بعد الان این میشه بهش گفت تراس، نمیدونم چیه، یه حالتی بر ما درست کردن، یه نشستیم بیرون از ویلا. و داریم به سلامتی این دوستیمون که انقدر زیباست و به خودم افتخار میکنم که سه تا دختر با دل و جرأت مشتی ولی نمیدید گاو به ما هم دل و جرأت رو زیاده، ولی گاو قبل کردم ما چند یعنی من به یکی این گاوا کاهو دادم، بعد یه صحنه دیدم که یه گله گاو دارم میاد اینجا که کاهو بگیرم با سرعت زیاد. به اردک‌ها چیزی ندی بعد بخشی حالا تا تو ویلا بیام؟ نه سلامتیتون واقعا، سلامتی خودتو و شما.
a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel